گوش میکنم استا. استا همان نفری نیست که در استاخانه کار میکند؟ قماندان، من از اون آدم کیم چی خیلی شبه دارم. گمان میکنم که قماندان آتش چیزی را میداند و از ما پنهان میکند. از بینمان تنها او حیران نشد. با فکرم تو چیزی رو به من گفتن میخواهی، اما چی رو میسول؟ من نمیدونم. دریو، براستی من چیزی رو نمیدونم. مایلش گوشم چیزی رو بود گرفته بود ولی به تو گفتن نتوانستم. با او نکرید. بیا بدتر گپ زنیم. حتما باید گپ زنیم. پدرم رو میابیدن آتش؟ حتما میابیم نزلی. قماندان اردم رو پیدا کرده میاریم. حاضر ما از اینجا برآمده همراه قماندان برمیگردیم، یا اینکه جسد ما رو پرچم پیچ کرده میارند. آتش لطفاً چنین گپ ها نگوی. من تو و پدرم رو زنده و سلامت دیدن میخواهم. به من باور کن نزلی، اگر پدرت رو در زیر 7 قبط زمین پنهان کرده باشند هم او رو پیدا کرده میاریم، او رو برمیگردونیم. من به تو باور دارم آتش. تو رو باری رنجاندم مگر؟ نه هیچگاه. همین کار ادامه مییابد، به من باور کن. فهمیدم استا. جمع شوید. نه ولی لیندا رو در همین نزدیکی ها دیدند. میگویند که از هواپیمای شخصی استفاده برده است. تفتیشات معلوم کرده است که با استفاده از خط سیر مخصوص قلبکی لیندا استفاده برده است. هواپیما از جای پرواز کرده است که 5 کیلومتر دورتر از اون لیندا رو دیده بودند. در کجا فرود آمده باشد همه تحت نظارت است؟ یک جا هست، فرودگاه کهنه، حالا استفاده نمی شود. درست. ها همینطور. کافت و کاب ادامه دارد. لیندا یگانه نفر است که ما رو به نزد پالکونیک اردم میبرد. برای همین ما رو لازم است که او رو دستگیر کنیم. حتما دستگیر میکنیم. چه مشکلی که پیش نآید؟ آماده شوید. رفتیم نزلی. باید هر دو صحبت کنیم. مایلش ولی حالا نه. پس کی؟ نمیدونم، تنها حالا نه. آخر تو همه رو بفهم یوز. تو حق هستی. حالا صحبت میکنیم. حداقل گوی که شبه های من از تو نادرست بودند. بله. گفتی که آدم کشتی. این برای قصدگیری خودت نبودم، اینطور نی؟ من کاری رو از برای قصص های شخصی نکردم. مجبور بودم به تو چنین گویم. یوز، من باید بیروم. مالش. خوب، انی قصه؟ ها، حاضر بچه ها براه میبرویند. به آنها میگویم. تشکری زیاد. یوز، تخمینم درست برآمد آنها در فرودگاه کهنه اند. خوب، ما آماده ایم. زنگ از آنهاست. قماندان، آنها با قماندانمون چیکار کردن؟ قماندان، با بدنش بمب بستند. سلام یوز، تماشا داری ها؟ تماشا دارم.
میدانم که شما به خاطر نجات قماندانتان به همه کار راضی میشوید. برای همین من به شما سورپریزی خردکک آماده کردم. از ترکیدن بمب به بدن قماندانتان تنها یک آدم پیشگیری کرده میتواند. دراگان تنها او این را پیشگیری کرده میتواند. چی طور این کار را میکند؟ از خودش پرس، او این را خوب میداند. میدانی من چی کار میکنم؟ قماندانمان را از آنجا گرفته دراگان را همراه میارم. سپس سر دراگان را از تن جدا کرده به تو میفرستم. ما وقتی کم داریم.